سلام جان سربان، ببخشید پسرم گم شده. شما دیگه چی هستید؟ جانم. چرا شبیه یه خرگوش الاغ روی دایناسور کوچیک؟ بله متاسفانه یه کانسپت تخیلی بودیم که به تولید انبوه رسیده. یعنی چی؟ حالا پسرت کجا گم شده؟ والا فکر کنم کیسه سوراخ بوده افتاده. کیسه چی؟ این دیگه. روتون جیب کار شده؟ بله دیگه، به خاطر اینکه بچه‌مون رو بذاریم توش. بچه‌تون رو میذارید تو جیبتون؟ بله ببینید شما یه شلوار رو در نظر بگیرید که تو جیب شیر میدن. چی دارید میگید خالتون؟ نه پیچیده‌اش کردی. ببینید اصلا فراموش کنید. الان بچه من گم شده. خب خوب جیباتو گشتی؟ بله معمولا همین رو میذارم. زیپ وسطش نیست؟ نه بابا اون لپتاپم توشه. ببینم تو جیب تو نیست؟ نه بابا من اصلا وازکتومی انجام دادم دیگه، اینجا رو کلاسور کردم به خاطر دانشگاهم. ببینم شاید جیب تو زدن. نمیدونم والا ممکنه، چون پولم تو جیب بچه‌م بود که تو جیبم بود. بقیه بچه‌هات خونن؟ آره دیگه گفتم میام کلانتری با شیش جیب نیام، مشروط به نظر میرسم. خب اول باید فرمتو پر کنم. باشه. کیسه کشی؟ چه فرقی میکنه؟ مرتی که لنگی خوبه برینم بهت. آقا دسته حیوانات منظورمه. آها ببخشید. بله کیسه داران هستیم. البته شما درست صحبت کنید دیگه. خوبه ما به شما بگیم جاکش. اونو نباید میگفتی، حداقل به پلیس. آره بچه.